پتروبد پیشگوی پرسر و صدا و معروف لبنانی توی پیشبینی‌های تازه‌اش یه حرفایی زده که واقعا هیچکس توی عمرش فکرش هم نمی‌کرد. میگه رهبر بعدی ایران نه مجتبی خامنه‌ایه نه رضا پهلوی، بلکه یه آدم کاملا گمنام و ناشناخته است که یهو از یه گوشه تاریک سر در میاره. یکی که حتی اسمش هم به گوش کسی نخورده و از جایی ظهور میکنه که هیچ کارشناس و تحلیلگری زورش به حد زدنش نمیرسه. قبل از شروع این ویدیو لطفاً کانال رمز و راز تاریخ رو سابسکرایب کن و زنگوله کنار اونو فعال کن. این روزا پتروبد حسابی ترند شده. توی لبنان علوم سیاسی خونده، سالها توی محافل دانشگاهی و سیاسی چرخیده و حالا خودشو پیشگوی شهودی معرفی میکنه. هرچند خیلی‌ها میگن بیشتر شبیه یه تحلیلگر کارکشته خاورمیانه است تا پیشگو، اما چون پیشبینی‌هاش ریز و جزئیه، هر روز طرفداراش بیشتر میشن، مخصوصا وقتی درباره ایران، اوضاع سیاسی منطقه، جنگ‌ها و اتفاقات مهم حرف میزنه. موج دنبال کننده هاش بالا میره و تو ایرانم حسابی اسمش سر زبونا افتاده. توی روزهای اخیر دوباره درباره خاورمیانه، مخصوصا آینده جمهوری اسلامی، حرفایی زده که نصف منطقه را گذاشته توی حالت انتظار. میگه ایران وارد یه مرحله تبدیل شده، مرحله‌ای که توش حکومت سقوط نمیکنه، اما چهره‌های اصلی میرن کنار و ساختار قدرت زیر و رو میشه. تو پیشبینی‌های جدیدش هم تاکید کرده این تغییر خیلی نزدیکه و زمانش هم همین چند ماه پیش روه. إيران طاقتها التغييرية بتبلش بشهر 11، يعني من هيدا الشهر بتبلش من شهر 11 إلى نهاية شهر 5 أو 6. از همین ماه 11 میلادی که هستیم تغییرات ایران شروع میشه تا ماه 4 و 5 میلادی میشه که میشه نوروز و فروردینه که نوروز ادامه پیدا میکنه. سوف يكون هناك ضربات إسرائيلية محددة على بعض الشخصيات وبعض المراكز في إيران دون خلق حرب، يعني دون ضرب المدنيين. یه سری نقطه زنیه دوباره دشمن میخواد انجام بده و نقطه زنی میکنه مثل اون سری، ولی که روی مردم عادی قرار نیست اتفاق براشون بیفته، به اونا کار انجام نمیده. يكون هناك أيضا العديد من الاغتيالات وموتات طبيعية للعديد من القياديين بطريقة تخلق فرق في إيران. رو زیاد انجام میشه، کلمه‌شو کامل نمی‌کنم بگم، خیلی ها رو از بین میبرن از بزرگان و خیلی ها باید بشنده، یعنی میشنده که اتفاقات بد براشون میفته. إيران لن تلقي القبض بعد على كافة العملاء، فهناك العديد من الخلايا الغير مكشوفة وهي خلايا قوية جدا أيضا. جاسوس زیادی هستن، جاسوس زیاد دستشون رو میشه و خیلی اخبار و خیلی حکایت میخوایم، یعنی میریم که بشنویم. توی مظاهرات بالملايين تنزل إلى الشوارع بمحاولة لإسقاط النظام. تظاهرات زیادی میشه، زیاد تو خیابونا میان که اعتراضاتی که دارن روی دولت. لن يتغير النظام أبدا ولكن يتغير الحكام. نظام تغییر نمیکنه، این دولت اسلامی پابرجاست ولی حکومت عوض میشه. نرى الشاب يأتي للحكم ويكون منفتح جدا بحيث ينقل إيران إلى بلاد الفرس من جديد. یک مرد میاد که الان کسی نمیدونه کیه و کاری میکنه که این کشور ایران برمیگرده به سرزمین پارس. وتعود إيران دولة عظمى وبتغيير العملات وبفتح على تجارات وحريات. و اون زمانه که اون عظمت سرزمین فارس برمیگرده، دوباره تجارت‌های جهانی شروع میشه و دوباره از همه جا سرازیر میشن به کشورمون. أذكركم بأنني توقعت ضربات إسرائيل ضد إيران ورد الإيراني، وأيضا توقعت بنزع الحجاب عام 2025 عن المرأة إذا أرادت بحيث تأخذ حريتها. در مورد همین حجاب که الان اتفاق افتاد تو ایران توضیح دادن که توی سال 2025 اتفاق میفته که حالا خبراشو شنیدیم. و یه موضوع دیگه هم که به من توضیح داد اینی که گفته بود ماه 11 میلادی، یعنی ماه شروع میشه، اتفاقاتی که شروع میشه یواش یواشه، مثل اول یه سری رگباره، یه سری رعد و برق هست تا بخواد طوفان بزرگ شروع بشه.
پترا برای ایران، یمن و سوریه ماه‌های فوق‌العاده مهمی پیش‌بینی کرده. میگه این سه تا کشور وارد فاز تصمیمات حساس میشن. ایرانی‌ها و حوثی‌ها توی ماه‌های آینده شاهد موجی از حذف‌ها و ترورا میشن. اما اگه طبق خواسته کشورهای دیگه پیش برن، تو سال 2026 ورق به نفعشون برمیگرده. اما اگه سرپیچی کنن، نصیبشون جنگ و فتنه‌های سنگین میشه. پترا همچنین درباره ایران گفته نظام اسلامی از بین نمیره. میگه یه ولیعهد میاد که زندگی مردم رو متحول میکنه، اما ساختار اصلی نظام باقی میمونه، یه چیزی شبیه عربستان. همچنین پیش بینی میکنه ایران مجبور میشه درباره پرونده هسته‌ای مذاکره کنه، چون روسیه خسته شده و چین هم آماده گفتگوه. پترا این بار پای ونزوئلا را هم وسط کشیده و گفته دعوای ترامپ و مادورو مستقیم میخوره تو سر ایران، چون ونزوئلا فقط یه دوست ساده برای تهران نبوده، بلکه راه دور زدن تحریم‌های آمریکا هم بوده، از فروش نفت گرفته تا مبادلات بانکی و تجاری. برای همین هر لرزشی توی سیاست‌های ونزوئلا میتونه تکون بزرگ برای ایران و حتی شخص خامنه‌ای باشه. پترا بدر میگه ونزوئلا وارد یه دوره تغییر وحشتناک مهم شده. به گفته اون مادورو بین تسلیم یا سقوط گیر میکنه. اون ادعا میکنه قبلا آخر کار مادورو رو دیده بوده، اما این بار زمانش خیلی حساسه. میگه آمریکا و ونزوئلا شاخ به شاخ میشن. ارتش آمریکا وارد خیابونای ونزوئلا میشه. نیروهای مادورو اول مقاومت میکنن، ولی دوام نمیارن و آخر سر مردم خودشون مادورو رو تحویل میدن. پترا حتی تا جایی پیش رفته که میگه پایان مادورو شبیه قذافی و صدام میشه. مردم سقوطش رو با چشم خودشون تماشا میکنن و بعدش سرنوشت کشور کامل میره دست آمریکا. پترا همچنین درباره قیمت جهانی طلا گفته وقتی جنگ روسیه و اوکراین تموم بشه قیمت طلا سقوط وحشتناک میکنه. میگه الان دولت‌ها دارن طلا میخرن چون از آینده میترسن، اما وقتی اون دو کشور صلح کنن دیگه هیچکس سمت طلا نمیره و ارزشش میفته. به گفته پترا این صلح اقتصاد جهانی رو زیر و رو میکنه. اون میگه از اولین ماه سال تا تابستون 2026 خاورمیانه پر از دود و خون میشه. همون درگیری‌های پنهان بین ایران و اسرائیل، حزب الله، حماس، حتی سوریه هم کشیده میشه وسط. تو جنوب سوریه حملاتی دیده میشه که اسرائیل کل منطقه شامو میزنه و نابود میکنه. از اون طرف میگه آتشبس غزه ادامه پیدا نمیکنه و اسرائیل اونجا رو با خاک یکسان میکنه و هیچ ساختمونی سر پا نمیمونه. اما چیزی که برای ما مهمه ایرانه. پترا میگه همین الانم توی ایران تغییرات شروع شده. تغییراتی که مردم عادی آخرش تازه میفهمن چه خبره. میگه تو هفته‌های اخیر مقامات جمهوری اسلامی سفرهای عجیب سیاسی داشتن و پشت پرده تصمیم‌های حساسی گرفته شده که آینده کشور را کاملا تحت تاثیر قرار میده. روابط بین‌المللی ایران هم وارد یه دوره جدید میشه. در آخر هم درباره رمزارزها گفته قیمتاش سقوط میکنه و حتی ممکنه قیمت بیت کوین برگرده به دهه 90 میلادی. سپاسگزارم که تا انتها با ما همراه بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما با لایک و کامنتاتون از ما حمایت کنید. در ضمن اگه هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین این ویدیو دکمه سابسکرایب و زنگوله کنار اون رو فعال کنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای جدید ما رو میبینید.